سلام. ای بنازم به دانشجوهای آنتی ولایت هموطنم که با 16 آذرشون یه سیلی آبدار گذاشتن تو گوش علی گدا و شیخ پری. هرچی آخوندا وزیر علوم عوض کردند و بالبال زدن و جون کندن که یه جوری موج 16 آذر رو رد کنن، اما نشد که نشد. جان موشکاف این تیکه از تیبیریشو ببینید چه زوری میزنن این آخوندا. 16 آذر 1332 یعنی 61 سال پیش در تاریخ ایران یادآور استکبار ستیزی دانشجویان است، روزی که دانشجویان در اعتراض به دخالت‌های واشنگتن در امور ایران و سفر معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به تهران تظاهرات کردند. به این میگن شارلاتانیسم و عمامه‌دار. فکر کردن با این ادا و اطوارهای ضد استکباری میتونن روز دانشجو رو قلومبا کنن و جلوی شعارهای ضد حکومتی دانشجوها رو بگیرن. اما از اونجایی که الان آخوندهای حکومتی اجماعاً از وضعیت بزانو وارد فاز دمرو شدن، دیگه حتی این دجال بازی ها هم دردی ازشون دوا نمیکنه، تا جایی که دلواپسان نظام بر سر همین داستان خیر شیخ پری رو چسبیدن و ولکنم نیستن. روحانی برخلاف آنچه انتظار میرفت و هدف اصلی همایش بود، به جنایات آمریکا هیچ اشاره‌ای نکردند. آقای روحانی در مراسم دیروز بار دیگر به منتقدان دولت تاختند و علاوه بر واژه‌هایی نظیر بیسواد، بروید به جهنم، ناآگاه به مسائل جهان، بیشناسنامه و غیره، این بار منتقدان سیاست خارجی دولت خود را تازه به دوران رسیده نامیدند. بفرمایید. اینم یکی دیگه از نتایج ضرب شست دانشجوها. حالا دیگه تقی به توقی میخوره، هوا و عمامه جناهای درگیر گره میخوره تو هم دیگه و دلواپس و دلارام میافتن به جونم. شیخ پری که تو کار بغل تو بغل شدن با غربه دیگه نمیتونه رو موج 16 آذر سوار شه. باند علی گدا هم که منتظر بهونه است، همینو میکنه چماق و میکوبه تو فرق جناح مقابل. بفرما. اینم از سرچماقدار مفنگی مجلس، حداد قاتل. جلوی پای آمریکا فرش قرمز پهن بکنیم، محال است که چنین اتفاقی در ایران اسلامی بیفته. آقا درست به خاطر همین پیشخوردگی دل و روده عظما، به خاطر همین جالیز بادمجونی که پا چشم آخوندای نابکار کاشته شده، به خاطر وحشتی که دانشجوها تو دل آخوندا انداختن، موشکاف علاوه بر 16 آذر 17 و 18 آذر رو هم به دانشجوها تبریک میگه. قربون همگی، شور حالتون مستدام، دست و پنجتون واسه کوبیدن تو مغز آخوندا همیشه مشت. جدید بود دیگه، نه؟ چی کار کنیم دیگه، ما اینیم.